بانوکو واجهان سلام و درود. مرچی ما گون یک ویژه برنامه یا شما خدمت هستیم در مورد چین فعالیت ما بلوچستان چه مغربی بلوچستان و شرقی بلوچستان گوادر فعالیتی هایی که چین تا گوادر هستیم. واجه ناصر بولیدی بلوچستان استمانگل سروک مرچی گون ما همراهیم که یه مسئله باره ها گشتر به ما توضیح بدن. واجه بولیدی و شاد که باستی مهربانی واجه جانزیب همیده واجه درستی سنگتان آریان تی وی گام تشکر کنم این مهربانی که مشوار اجازه داده ای پدا دیگه پروگرامی بلوچستان باره ادا جور بکنین. زندگ باته واجه چین فعالیت هایی که گوادر هستین گشتر چون که مرچان چه بار هم یه فعالیت شروع کردن شما یه فعالیتن باری یک بره کلی توضیح ما رو بده پدا ما شما گشتر بحثا تخصصی تر مثلا چین خوب چین یک کشوری هنگام مزنه ملکی چه قدیما هم بوده و هنگام خاص اقتصادی لازم دی ما رو بگند و یه خاطر چین دنیا تو که بازین رسورسی پکارند بازین چیزی منابع طبیعی پکارند کشورانی و همه دا بود چیزانی با کنه که واسطه پکارند دید و شاین واسطه چین را درگی جگیند قدیما چین هزاران سال پیش چیزی بوده که ابریشمی راه که تاگت هم نشانانی هر جا هستند که چین دنیا و چیز باخته چه دنیا چیزی یارده هنی پدلوتی تمایه جور بکنید بله هنی دو طریقه شولیتی جور بکنید یکی همین راهی که قدیما هم بوده بلاوادی ممکنه هر اشتر و قافله بودند کاروان بودند هندگان راه بیتند گشتر قطار و ماشین و هواپیمای راه بیتند و لانچ و کشتیانی راه بیتند و بعد دیگه راهی هنی جور کنه گین همیشه دیجیتالی راهی بیتند نیم شما ایدوانانی سرا تونیم گشتر گپ بزنیم ما شما پیسر چشه که دیجیتالی را که یک مثلا مهمه مسئله دیجیتال مسئله ما شما پیسر قطار و ماشین و یه راهی کرد کنگه و جاده هانی کرد کنگه اشان باره شما یک توضیح بده یه چه مسیر یا چایگاند و اشانی برال سود با ما شما معلوم که چیه تو اشانی ضرر چیه اشی چین چه هر نمگای راه پاچ کنگین بله چین مقصد گشتر راه پاچ کنگ دیم په اروپا دیم په آفریقا و دیم په خاورمیانه اند آن نمگ یک روتین دیم په آمریکا و آپد هم دریای نمگ بیتن پر چکای راه جاده نبیتن یه لازم په چین هم پدا نزدیکترین راهی که دریا که تنتنو هم آفریقا گو نزدیک بیتن از سوال جیشی و استراتژیکی و هم گو اروپا نزدیک بیتن و هم گو خاورمیانه و آسیا یه نمگا نزدیک بیتن پدا هم بلوچستانه و همین لحاظا چینا مثلا گوادر بعد سرمایه گذاری کنگین هنچوک ماشمایش کتگ نوکی و ایران همین قرارداد 25 ساله بندگاین که چابهار و جاسک پدا یه چیزا سک مهم دیما کایانتین ایشی واقع چین همشیند که بلوتیتند که وقتی چیزا هم بها بکند ولی خاصتر چین واسطه مهمتر شیند که منابع طبیعی هم بیاری وقتی ملکا و یه لحاظا چین و هر کشورانی که قرارداد بندگین گشتر کشورانی که دموکراتیکن چوک آلمان یا فرانسه یا سوئد قراردادی بندید یک کشوران گلاگ نبند یک کشوران مال ورگ نبی ولی ما شما گندگی که چین چون کشورانی که پاکستان سریلانکا تا آفریقای جیبوتی یا ایران یه ملکانی حسابا پدا یه داو بیتند که چین تانا کا فایده کنت خاص با ملکان مردم شهری نیت کتا آگد برابر این چین یه به هر فعالیتانی که کنگه انچو یه قرارداد 25 ساله شما اشاره کرد به هر چین یه 25 ساله قرارداد قرار بیته یا نیروی نظامی هم بیاری منطقه مستقر بکن تا نیگا به هر دست کم سیر اندا چینا وقتی مسلح نیرو آرتگان حتی گون ایران ارتش رزمایش و دیگه فعالیت بیته مشترکی گون روسا هم حتی فعالیت مشترک بیته چابارا بله گوادر تو که چین نظامی نیروان نامگرگ نبی تدنینگاه آیا ودام نظامی نیرو هستن یا نه فقط چاباره یه چیز هستن قرارداد هم هستید تو هم حسابی کمشید که پیسرتران و شک بوده که 10,000 چینی نظامی بوده بیتیم په امنیت این راهیگا و گوادرگا و شیک چین و هر جا که روتند هم چینی وقتی ورگا هم کارانتند وقتی پروتکشن هم کارند خاص کشورانی که مثل جهان سومی یا سیمی جهان ملکان ببندید این ملکان تو که چین وقتی درو چیزا وقت کاریتند پس که نام مردمان سر اعتماد کردند نه کاری انجام دادند و ده هم همچین مثلا پروژه‌ای هستند که وقتی امنیت چینه و اهمیت راهانی و امنیت قطارانی که دیم تراو بندند جراو جادهان بیتند چین وقتی بیتند و ایران ایگا خاص هم ایده پاکستان ایگا همشی هستند که سایبری امنیت هم چین دستا کم باز بیتند
و ایران قرارداد تو کامشی هستند. یک مشکلی که چین هستند و خاص که چین وادی قراردادانی کشوران چون ایران دابا بندیدند یا پاکستان ایگا قراردادانی اصل کامل اجبا شنگ نبیتند و یک قراردادان چین و کامو که یعنی ترا هنچو کنتند که چون که ترا یک احتیاجی تیسرا بیاریت لازم مالی یا دیگه طریقه یا شانا کم مادی ما کاریتند همیشه شانا یعنی مبهمند زانگ نبند چی نیند بل آخر نتیجه گندگ بودن جهانی که شما پس همه کم و باز رستگن ایشی بوده که کشوران چو جبوتی بودن سریلانکا بودن پاکستان بوده یا دیگه آفریقای ملک بودن اشانا وتی بحری چه وتی سورنیتی یا حتی کنترل وتی شهرانی هم دست دادن زندگ باته چین شما به ارلی سایبری مسئله اشاره کد و اول برنامه هم شما اما راه دیجیتالی که چینا شروع کرده چین یه دیجیتالی راه مثلا چی لوتی هدف چیه که یه برای دیجیتالی مسائل هم وقتی که بیاری بلوچستان تو که اجرا بکند بعد ایشیا برال انچو که ماش پیسر چه یه دیوانه هم گوام دیگه گپ جتا ایشه برال مزنی ضرر نه تنها پمار بلوچان حتی ما همسایگی ملتان واسه هم بازی ضرری هستی شما ایشی باری اگه اشتر توضیح بده مسئله این که دیجیتال ماش بزانید که شیا ببخش ما یکم که ممکنه خبراتی دراج کش بکنن این مسئله دیجیتالی چین خوب چین اما دکم پیسر تر هم گشت لوتیت یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا تو کو بیتن و رقیبی آمریکا دیگه و یه حساب چین چیز همشیند که من لوتون که وتی به اصطلاح کنترل بیتن دنیا مرچی تمامی دیجیتال سیستم که چه ماولا کات که اینترنت یا یه چیزان چه آمریکا ات که گند و چه ده بودت که به اصطلاح تا به پی سی انت کامپیوتر که مثلا ورد مایکروسافت این تا مکینتوش انتی هر دونانی مرکز آمریکا بوده و اینترنت جرنده گوگل و دیگه فیسبوک و هر چیزی که ات کنن یه چه آمریکا بودن پدا کابلانی که کشک بودن تی کابلان تا بشک بیتند که 98% چه آمریکای دابی گذانت یعنی آمریکای کنترل آیند یک دابی نه دابی و اشی خوب خاصش این که بعد یک طرح کمیونیکیشن دنیای دستند ایشی تی دنیا حساب تی دستاین دنیای مثلا ارتباطی دستاین و ایشی ماش همزانی مثلا بلوچستان چه پیسر هم یه چیزا بودتگ ایشین که چین مثلا اولا که ماش مثلا آیا چین گپ نه پیسر تر انگلیسی گپ بودتگ تو بر چابهارا یا جاسکا یا جیونیا و دا تا حاجت اکادمی سیستم تلگرام هستند یعنی بلوچستان واسه همه قرار نجده تو بعدی که مثلا 19 که مثلا انگلیس لورته یک کار انجام بداتن جالب شد که ما شرکت یک آی جور کردن تا ودی انگلیس واسطه پمیش ملکان حسابا پا انگلیس حسابا و آیا همه شرکت هنی چین ازورته تا انگلیس شرکتی بریتانیا شرکتی یعنی ایشی یعنی بلوچستان چه همه قدیما هم بود چه بلوچستان چه همه قدیما چه اروپا تو برای دیم په هندا چه اروپا تو برای دیم په آفریقا یا خاورمیانه راه سرا کپیتند و پای خاطر هم آشپزانی که بلوچستان هم آوردی هم چین چو جیره بوده همه تلگرام راه سرا وادی که انگلیسی یاد کرد و هنگام بلوچستان خوبانی وادی که آمریکای سیستم هستند آمریکا سیستم دیما چین لوتینگ پد همه کارا بکنید پدا چین لوتیدی که وقتی مرکز ارتباط بیتند هنگام آمریکا مرکز ارتباط نیویورکی او دی لندن تا آگه مرکز ارتباطی بخاطر ما دیجیتال سیستم ها هنگام چین لوتیدند که آمریکا دیما یک نوک دیجیتال سیستم یک نوک اینترنتی او که کنترل پرداخت ضرب بیتند ضرب دیگه حساب کتاب رد بدل بیتند اطلاعات رد بدل کنگ بیتند و مشوزانه خاص توی کرونا یا آگاه یک مردم چه لوگا کار بکنن دیجیتال سیستمانی اهمیت گشتر بود یه حسابا پدا چین واسطه سک مهم تانی که اشیا گشتر دیما بارتش تا 2015 چین پروگرام شروع کردن وکیم پروگرامی نه ولی تیمشی گسترش گشتر بوده و پدا چین که در کپ نزدیکترین جایی که فابریکا نزدیکین پدا بلوچستان دریایند که کراچی شروع بیتن تا مثلا بندر عباس بیتن مکران زیر یا مثلا بلوچستان دریا یا مثلا دنیای عرب دریا این حسابا مثلا در نزدیکند و چین هنگام شروع کرده که اولی تست چینه با ابریشمی راه که راه و جاده جور بکنند آیا هم گوادرت و هنگام هم شروع کرده ایشی هم گوادره یعنی گوادره چیزی که مثلا فاینانشل تایمز نوشته کردم پواریگی سالم یکی چه احتمالاً مرکزان چینه ایگان پای دیجیتال سیستم گوادر بیتن و هنچون مشوزانه ایران نیمه هم چینا یاد که گوده چی کتگی 25 سالی قرارداد صاحب چابهار و جاس که هم کنترل چین دستا بیتن و یه پیش داریتند که چین لوتی دریایی نیمه هم وقتی دستا بگیریتند دریای آن نیمه هم وقتی دستا بگیریتند پرچه شی اهمیت یه دابه هستند که کابلان که دریا چهره روانتند
خب هر کسی پادگر سر جاسوسی کرد. مثلا همین کشور سوئد آمریکا کمک کتایت روس سر جاسوسی کرد کابلانی که سوئد گذاشتن. بعد دانمارک آمریکا کمک کتایت سوئد سر جاسوسی بکنه. تقول سوئد اعتراض کتایت همین خبر سر. نه آمریکاییان گوشتگت که خب شما جاسوسی که درو کنند شما باید انتخاب کنید شما سر روس جاسوسی بکن یا آمریکا. اشین کنی تو که پدا شک مثلا آمریکا خوبشون چیز ضرر نجا ولی روس از در شما مثلا گیشتر ضرر جا. نیپ ما بلوچ هم مثلا همشین دیگه. ما مثلا شینی که ما مخالف چین ببینیم یا طرفدار آمریکا ببینیم مخالف آمریکا می طرفدار چین ببینیم چون پیسری یه منافع ملی ما را شیر نگوشید که ما یک کشوری طرفدار بیم بلکه منافع سراباد بشاریم. مرچی اگه چین ودا کهیتید یا دیگه کشور ودا کهیتید حساب کتاب تو که بلوچ ور بیتین. چه چابار بیشتر تا گوادر بیشتر. بعد یک بلوچ ور نمیگن چه آیا آمریکا بیشتر یا چین بیتر شر ایشی می ضرر تمام بیتین. ماشو زانی مثلا نیگان چین مثلا تا چند اندازه به حکومت ایران اگر نزدیکی بکنتین. هر دویان دیکتاتوری ملکن. هر دویان ایدئولوژیکی ملکن. یکی وقتا کمونیست زانتی ظاهران یکی وقتا اسلامی زانتی ظاهران. تا چند اندازه پداشان یک دیگر همکاری کنه هم شما گنده که شما مخالفان و تیگان هیچ تا با نفس کشگان نیلان. در حالی که مثلا تا آمریکا خب مخالفان و حکومت آیان ورن مجلس آیان روزنامه‌اش هم مجله‌اش هستین همین دفعه سوئد و بیتی یا دموکراتیک ملکان دیگری. یعنی ای لازم مشوره باید مردمان باید بزنند که چین یا گودا پایان مزنی مشکل جور کنند تا آینده مش میگه. دقیقا شما باز وش توضیح دادی مسئله باره بر چین لوتی بتی حاکمیت دیجیتالی حداقل حاکمیت دیجیتالی دنیای دستا بکند چیزی که یعنی آمریکای دستیم حاکمیت دیجیتال به هر چین دستا ببید بازی مشکلی جور کند با فعالان مدنی و سیاسی و یه دیگه فعالانی که بلوچستان هستن به هر چین قرارداد 25 ساله اگه ایران یک بخش قرارداد امنیتی که چین وقتی امنیت لوتی تامین بکن وقتی نیرو نگاه و منافع ام ایران و حکومت منافع که ای منافع مشترکه به هر این منافع در تضاد اینگو منافع فعالان حقوق بشر و سیاسی و غیره که بوده هستند یه دیجیتال مسئله 100% با یه فعال مشکل جور کند شما یه چیز باره ما را گشتر سرپدی داد کنه که یه مشکلات مثلا چون مشکلات امکانات جور بکن تو دنیا نظر چیه برای دنیا سازمان بین المللی یه مسئله باره چی یکی چه چین تبلیغان کشورانی که ایران هم وقت لوتی و دیجیتال سیستم چه دنیا دور بکن چین یه به اصطلاح ابریشمی دیجیتال یا دیجیتال سیلک رود که نامی هستین پر ایران واسطه خاصی سک مهم بیتن پس چین پیشان تعلیمی کار هم هستن تو یه فکر بکن که چین یه تعلیمی کار په اینترنت کنترل کنه گوشان تا منطقه ترکانه که تا چین هستن الگورانی او دانید او دا کیا بارتن همین کشوران اسلامی مردم ما خاص ایرانه یا هم دا تعلیم گنده همین ارتش سایبری ایران بازی نرو ما چین تعلیم گنده تا همه منطقه که الگورانی که چین مسلمان او دا گوشی گوتی نماز بند کنه و تروچگا بند کنه و ترکیه بند کنه شما دیگه چینی ببه اسلام حویل کنه شما دیگه وتعالى بسلا ایران چین حزب کمونیست ایدئولوژی وطن نزدیک بکنه تا شما بار هم بود افسر تعلیمش داد پدا برش گردینیدین و یک کشور حساب هم شد که کاملا مثلا وقتی سیستم دیجیتال ها چه دنیای دور بکنن تین مرچی خوب هر کسی زانتی که مثلا ایران مردم لوتن چه لوتن تین بلوچستان مردم چه لوتن تین ایشل لوتن تین دنیا ارتباطش ببینن بل آوادی چین لوتیدن فقط آیا طریق ایران لوتیدن فقط که اما وقتی سیستم یک آیان وقتی حسابین اما وقتی تبلیغ مذهبی و نظامی و وقتی به اصطلاح سیاسی بیتن اما یک کنترل بیارن فهمیده که گشت حساب شی بیتند که وادی که شان چین دسته و بانتن و ایران وقتی دسته و بانتن نه اینکه ترا نیلانتی ترا جامعه مدنی فعالیت تو بکنه ترا بگیرنتی بلکه ترا اجازه نمیده تو فعالیت مدنی شروع هم بکنه هن چین فعالیت مدنی شروع کنه اصلا نبیتند چین مثلا مسلمانانش گفتن برتگانش میلیون حساب کمپانی تو کایند که تعلیمش بدن که چطورکا وقتی ترکیه و وقتی اسلامیه ویل بکنه حالا کسی نوشید که تو مذهب باید بتونه بدل بکنه بل تو وقتی بدل بکنه نه تر حکومت بفرمایید چون ایران حکومت مثلا مردم که شیعه و یا شیعه جعفری به یا مردمانی که مثلا اگه شیعه هم گونورنه بجانتش که تو مثلا باید این گومابور ببه یعنی این حسابت که چین یه مشکلی کنیگا هستن دنیا دیم رواگین دموکراسی نیم مگر رواگین تحمل و مدارای نیم مگر رواگین مذهبی آزادی بیته سکولاریسم بیته ولی کشورانی که چون چین و ایران و شانند
ایشان پشت را بگند ایشان همیشه برگشت لوتن بکنند یک جایی مثلا چین هنو هر جا لوتی تقلیل کن کنفوسیوس وقتی مثلا ما سیستما که مثلا ما آدمی مدرسه پشت تا سوئد مثلا که مردم برامات نی مثلا هم وقتی کشنتی سافت پاور مثلا وقتی که دیم آورد ایران مثلا هم دات استکهلم حسینیه هستند که مثلا وقتی طریق مثلا وقتی حسینیه تبلیغ بکنند دولت یک کار کنه که مردم یک کار بکنه کسی ایرادی نیه مثلا سونیان بیان وقتی مرکزی جور بکنن زیگریان بیان شیعان بیان یهودیان هر کسی وقتی هستند ولی دولتی وحدی که بانتین تشان پدا شکل بدی گرانتید وحدی که مذهب و سیاست کاره و دولتی کاره نتیجه متاسفانه ای روم حکومت پیش داشته خرابی کاری تین تا جماهیر شوروی که کمونیستی یارد و یا تا وقت ایران و افغانستان هم آشوا بیچاره چطوره کاین ایران مردم پیسر حداقل شدیگ نیتند هندگان حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران تا چند داده شدیگ بیته ایدئولوژی تا هر دا بیاره تر مشکل جور کنه درسته. بله یه چیز دیگه یک مهم مسئله ایشه که به هر حال ایران همی حسینیه مثلا اروپا تو که به هر حال شاید تاثیر ارکت ولی باز تاثیر ار نکوت یا چین مدارس کمونیستی و ایدئولوژیک بله یه چیز ما پدا برعکس ببر خاورمیانه تو که ودا تاثیر ار کنه ایران حسینیه لبنان یمن سوریه و فلسطین و دیگه جاگان تاثیر ار کوتا و چین هم بازی ملکی یه تاثیر وتی ار کوتا به هر حال ماشما بلوچ هم پیش داشته که تاثیر پذیر است یعنی چون که پاکستانی دینی مدارس آمد که مثلا این چه تاثیر بلوچستان شرقی ایره نکوتا بعد که قسمت غربی این چه تاثیر ایره کوتا برای یه تاثیر چین یا ایران حسینیه یا چین کمونیستی مدارس تماما یه تاثیر ایر بکنن شما یه چیز باره یک توضیح ما را بده گشتر که مثلا ما بلوچم چه راهی هستین که گویا چیز مقابله مثلا ماشوا بلوچه این مسئله شینت که ماشوا گندگیند که نگان چین هر جایی که رابطه چین مثلا رابطه تا چین آمری جیبوتی که اردو که ملکیند و چین هم و پایگاه نظامی هم جور کتا یه چه که گادر روته انت هم دیجیتال را پدا کابل چه دریه چیرا روانت تا مثلا عدن و یمن چیرا هنچو گذان تا روان جیبوتیا اینترنت شری سرانیه تا هاگات بل هم یک مرکز یک چینه هم بودن پس بود روتین دیم پا مصر و چه مصر روتین دیم پا فرانسه یا کهتند که اولی که مثلا حدش کتاشی بیا ما دب کابریشی می را اولی گوادر شروع بود دیجیتال هم اولی چه گوادر شروع بودیم بله جیبوتی مردمان چین همین چه وام داتا که چین جیبوتی مردم چون نسل نتونه این وام پاس بدن مردمان واسطه هیچ نبوده اما حاکمان واسطه بودن چون که ایرانی چون که مثلا اگه پاکستان هم کاری بوده پاکمان واسطه به غریبان نبوده تو گوادر بره گوادر من یک مقاله وانت چین یک وزیر امور خارجه برکته که ما گوادر مدرسه اد کتا هسپتال اد کتا یعنی اسکول اد کتا آدم مدرسه دینی نه پاکستان مدرسه دینی مدرسه دینی اوشانتین یعنی مکتب اد کتا مردم مثلا نوتی درسا بانانتین بله گوادر چین چیزی نیست حالا شان چین آرد کتا ممکنه تا دیگه جایی پاکستان گاڑی کتا گوادر نام آیند بل پا گوادر نه گوادر مردمان برگ نه پاسن و آن مایگم برای بیتن چون مشوزانی مثلا مایگم مردمان مینا با بیای تا بره تا جیوانی او تا پاستینی او تا کراچا یه راکت درستی مایگم هم شام بردک و ادانید که یه ایشانی مشکل شد که شما باید یک ودا کایانتین وادی گویت ایدئولوژی کایان چکتا گوشت ایران و یک چین دائمی کشوری ایشان ملکانا فکر هم خراب کنند یعنی نظام درونی هم دیگه خراب کنند جنگ و جیره جور کنند پرچه پزور لوٹن ترا چیزی چطور بگیرند پزور لوٹن ترا چیزی بدهند بلوچ یک مسئله گوشت چه مردم چطوری مثلا پزور گیپ کنه ولی پزور دعاتی نکنه نه ایشی که یه هر دو طریقه ایشان حسابا پر مردم مشکل جوری بیت هم آدم جیبوتی مردم واسه مشکل بیت سریلانکا شان سرمایه‌گذاری کرد سریلانکا هم یک لورتش یک چی اد بکنند یک بندنی اد بکنند ودا یه بندن واسطه رابطه تا هند اولا چین ما سریلانکا مردم گشت مردم بند چین آمریکا هند گفت شما را بندن پکار نش ما ما یا کافی گشتش ما چی کنیم آوات لورتش دوزی بکنه به سران سریلانکا رابطه آمریکا آیا موقع مشوره ندیم پس آیا اگه بدهی مثلا 9% تر بهره گرانتین چین وقت رابطه چین گوشار مشوره 2% ولی مگر ما راه هم بل دریایی بود پس پاچ کنم سریلانکا معلومه دریا در نه ورتانیگان آب شهر درو تا 90 سال چینه ای و علاقه کلا چینه ای دستان تو وتیگا چون چی سریلانکا نتون تو زرام بداتن چین وادی که جایی کهتین ایران مسئله شیند که ایران هم دکتر گشت مشکل جور کانت هشت شعبی جور کانتن و جنگ داخلی جور کانتن و مردم کشیدن چین مسئله شیند که چین تی ملکا
قرارداد حسابا چطور بارتین تی منابع طبیعی چطور بارتین پس چیزی هم نداره چین مثلا وقتی که جایی که سرمایه گذاری کردین و تی مردمان کاری تین پس دیگه کار جور نکن چون مثلا مشون ملک مردم دیسه چین مردم واسه کار رسته یا مثلا دیجیتال را که چینا تو قادر اد کنه بوده ماشو بالوچا ممکنه بازی نه اصلا نشکوته شیعت که بوده بچه یه قابل کشید بارتی ولی اشی اثر سک بازن اشی اثر شن که چین چه اشی تو کنترل بکنتین هم تو گشت مثلا بیچاری که کیچ کاری کنه پس مردم مرچی درو ارتباط گندونین مردمانی تلفن و اینترنت آینده اشی پدا بعد چین دستا بیتین پدا حکومتان که دیکتاتوری چون که ایران دستا بیتین اشی پدا په مردم واسطه مزنی ضرر جور کنته تامی دکتر گشتم پدا ایدئولوژی تبلیغ کنه یکی آوتی که کانفوسیوس و اوتی ورشن کمونیست تبلیغ کنه یکی وتی اسلام و شیعیسم و هنچی ماشو گنده ایران مارشان پیسر اوتی کشت اسلام نامی گشتر گفت بل مارشان گشتر شیعگری نام گرگین و یه پدا مشه ملک واسطه مثلا جنگ و جیره جور کنه درست دقیقاً چیه که مثلا کسایی که مخالف ایشان سیاستن به 100% به راحتی حاکمیت دیجیتال چین توانیشان بگیرید و گارتور بکن و در مقابل آواتی ایدئولوژیان واسه راه پچ بیتن چون که ماشما ایران برال گندگان سیاستان دقیقاً بلوچستان تو که سیاست گندگان وقتی سنی و مولایانی مثلا رای پچ کتا البته نه مولایانی که مثلا پشری دی ماشتن شهر مثلا مولوی عبدالملک کات مثلا یه فعالیتی برال شروع کو ایرانش و پاکستان تو که ترور کد بله دیگه مولا هستن که اما مثلا افراطی سیستم وقتی که دیما برن ایران هم تریبون داد که آزادانه وقت کار کنه ولی چین و ایران سیاست هم یک کار کنه ولی کسایی که برو مثلا دفاع بکنن چه حقوق ملت و سر کوب بند بعد شما سریلانکا اشاره کو چین و برال سریلانکا قرارداد بیته وقتی زباله آن چین حتی بارت طبق همی قرارداد اما این ملک تو که برال مدت دفن کنته یا زیست محیطی مشکل ایجاد کن یه مشکلات تماما برای بلوچستان هم بیایید یه مشکلات ایجاد بکن برای ایران قراردادی بسته و چینا که وزیر خارجه ایران گوشی ما نتوانی قرارداد پیش بداریم شما رو که چه بندای مایده امضا کوتاگو نکوتاگو بازی یعنی گوشگان که شما یه اشان پاکین ایران 25 ساله حداقل جنوب ایران پچین بره با کوتاگ شما یه زیست محیطی مشکلاتان بارین گشتر سرپدی داد کنه محیط زیست مشکل و هنگه په ماشو بلوچن جور کوتا وادی که چین یه مزنی کشتی کایان تنو تریلران چیش کوشانته مایگان درست نگران دریای تو که هر چیه برانتید اشی و بلوچستان محیط زیست حتما خراب کنده و هنگه هم خرابی کنه هم مردمانی بیکار کوتاگند چه نگنی چگیل داتگند چه ورگی چگیل داتگند و هم که محیط زیست جاور هم دریای خراب کنده و هنگاه هم ماشمان رزانی گوادر چی بوگین چه بسیار چیزانی یارگین دیمتر مثلا چابهارا و جاس که چی بیتید چی هم ماشمان رزانگین وقتی که چین مثلا تو پولا بسیار مردم کشم مثلا 400 میلیارد زر مزنی نه ولی فکر بکنه حالا مثلا وقتی که چین اوتی دروازه پاش کنه پس سرمایه گذاری مثلا چون سال تو که غرب بوده 50 میلیارد سرمایه گذاری کجا چین چه دیمار تو سرمایه گذاری بکنه پا مردمان واسطه کار جور بکنه و راه و جاده و سیستم شهرین جور بکنه کموکی زر هم ترا دیما بارته باز ترا دیما بارته بله اگه بازی زر نتر برسیدید مثلا ایران خوب نفت زمان بری 400 میلیارد هم یک مدت 4 سال تو که هم رسته 5 سال تو که هم رسته ولی درو خرج بیتن پچیه پجنگ و جیره شری سر خرج نبوده این مزنی زر چینی یارگین بعد یه زر دیگ راحت نه 400 میلیارد زر تر کیتین تا ایران خوب اگه زری هم گیر کیتین وقتی لاپ انتمی مولانی شون پدا وام داد و نکنه و پدا وقتی دوزیان کنه دیگه چین منابع هم مصرف کن که پدا زر رو بدر شون وابسته که تا نگاه فکری بکن که مثلا آلمان و آمریکا لوټ سازمان ملل یا قراردادی ببرانتند که چین محکوم بکنه که مسلمانان سر ظلم کنه اولگران ترکان سر ظلم کنه یه قرارداد دیما کی وشتاد ایران وشتاد پاکستان وشتاد که نه چین یه مسئله داخلی و برای تروریسم اولگران بیچاره تروریست نه درست گفتن کمپانی تو که بند کتگند و که تعلیمش بده که شما وقتی اسلام و وقتی ترکیه ویل بکنه تا ایران ای قرارداد بود پاکستان هم آمد که دیگه ملتی کمایت هم که فلسطین مثلا خوب وقتی حقا لوٹتے چه اسرائیل بله چه اولگران حقا چین اگه آیم امضا که نه یه مسئله تروریستی مسئله داخلی چینین و نه با دنیا کاری بدارید کشوران اسلامی مثلا بازی مخالفت کرد و آنی سر ایران هست یعنی یه قرارداد ایران بود این یه دفعه طرف وابسته کنید مثلا اینه که مثلا ایران هر جا مدعی که ما مسلمان‌ها چه دفاع کنیم یا مثلا عادی کشور کشی من چه کشور کشمیری مثلا فلان جا دفاع کنم ولی گرا اولگور مسلمان ها ایده معلوم بیت که مسئله اسلامی نیست
ادا مثلا کشوران وقتی منافع تا الیت یک حاکم منافع تی و ادا یک همچین موضوعاتی هستند ادانید که مثلا دنیا ماشو بلوچ باید سرپد به اولا که ماشو باید وقتی بلوچیه بداریم ماشو بلوچیم ماشو ملک بلوچستانین و یه حسابا باید ماشو باید تامین بکنین و یه فکر هم کنید که ماشو 100% مخالف چینید نه ما هیچ دابا هیچ کشوری مخالف نباید به پس یک مثلا منافع ملی هستند تا هیچ با دوست دائمی نیستند ولی ما بلوچ باید یک کاری بکنیم که وقتا سازمان یافته بکنیم وقتا توانمند بکنیم که بتونه چه چیزا استفاده کنه یک چیزی ما باید بزنه که کشوران پاکستان یا گوادر لوتی کار بکنن 20 ساله چین اگه دست اوتی چین ای کار دیم برده گتن ولی پاکستان وقتی اما سران تو که همین چو فساد است و کار خرابی است که قرارداد هنوز چون سال هجا نرسیدن ایران هم همین دامتی حکومت هنچو سیلند که اگه چین هم بیه نتونه کاری بکنن ولی خب کار خرابی باز تو بکنن و ماشو بلوچ باید تیار بکنیم پروچه که اشان دیگه نتونه وقتی کاران دیما برانتین ماشما باید وقتی مثلا راهی که هستید به بلوچستان یک کل مولا فاضله یک مادنین راهی در بگیجین که بلوچستان وقتی سرمسیر برسیدین زندگ باته برال یه فعالیتان دیگه یک مزین مشکلی هستین که برال ایران حکومت مثلا یه 90 ساله نزدیک 100 ساله البته بلوچ حاکمیت مثلا اما ملیه که ما رو پیسر بیت کوشش بکن که آیه بلوچ اصلا فراموش بکنن بله بلوچ فرهنگ و زبان و یه چیزا نگار کنک واسطم بازی کوششی کوتگی و چین آیگ و یه حاکمیت دیجیتال چینه بلوچستان تو که 100% یه مسئله هم ایران بازی کمک کند که ایران بتوانی که بلوچ زبان نگار کنک سیاست دیما ببرد شما یه مسئله باره دنبال کتا موضوع چیزی مطالعه کتا و ما را سرپدی داد کنید این که ماشا بلوچان تهرواد وادی که امپراتوری بودتگند چه ترکان امپراتوری بودتگ و چه فارس امپراتوری بودتگ عرب امپراتوری بودتا په اسلام نام آیت کگند باشه بلوچان چون تو برای خطر چیرا آیت کگند که بلوچ شهرها هم هستند پوچند تک چه ایران و جاگاه نبی چیران بله هندگی حالت با ماشه بلوچان سک باز بدترین پمی خاطر ماشه بلوچانی چم گشتر پاچ کنگ لوتانتین گپش ایند که ما هنگام بچارند که بلوچستان سرزمین مهمی سرزمینه یا سوق الجیشی استراتژیکی منطقه یعنی چون مگوش تمام دیگه که چهار بره تاگت از ساختمان هستند که انگلیس آرد کتگند بلوچستان شما ودی راو دریا بیتت انگلیس هم که کتاب هم هستند مثلا گریت گیم تا بلوچستان مثلا یک بحری چا گریت گیم و چین و روس ایگا بوده و هنگام هم هنی کامو باز پیچیده ترند هنگام باز مشکل تر بوده مثلا پرچه که آودی یکن روس و چین بلکه بودند قدرتمندی کشور هنگام بلوچستان ماشوات بلوچستان وقت بحرند ایران و پاکستان و یک بحری افغانستان آیند دیگه چین یک برقدرت چین آود وقتی مستعمره بود یعنی هند هم برقدرتی ما وقتی یک مقاله وانتگت بانو که اندرا گاندی که گوشتگتی که اگر روچی یه علاقه آن مثلا مشکلی پیش بیتید ما را باید برنامه بیتین یک دابی بتونیم ماکران زیر وقتی دستا بگیریم بچه ماکران زیر همه انرژی توانمندی سک مهمه و آمریکا هم هستند تا علاقه گرچه بازی نکش آمریکا و تا چه خاورمیانه دور کنگین روس هم هستند تا چه کندگان تا وقت پیسرتر مثال جد که روس و چین و ایران نظامی بود انجام دیگن آمریکا بود تا عربی کشوران تو که هستند چین پاکستان هستند چین پدا تا ایران پیداگین روس هم پدا تا ایران پیداگین این مسائلان باز مشکل تر کردند پی خاطر ما را باید یک بلدین و زاندکارین یک همچین سیاستی بیتند که ایراد ما وارتند بلوچستان منافع پا مذهب حسابا بلوچستان منافع پا وتی قدرت حسابا پا وتی طایفه حسابا بیت مثلا تعریف بکنتین بلکه بلوچستان منافع بلوچ حسابا تعریف بکنتین و یک سازماندهی سیاسی حزبی قدرتمندی بیتند مرچی تو طایفه سازماندهی نتونه بکنه که بتوند تایی جنجالانی که دنیای تو که مرچی هستند اشان را بزانتین و بزانت که حد و حدود بلوچ چین کجا نیمگا چطورکا بلوچ وتی حقا گفت کنتین ما تاریخی لحاظا چون برای همچین رد وارتا بعد یک پرتغالیت که گنت ما نزان تا گونش چی بکنید مثلا عمان وتی رابطه جور کتو وتی کشورش داشت همین بعد که انگلیسیات که با بلوچان نزان چی بکنه و فدا هاگ مثلا عمان مردمات مشکته و وانگو ماشون بلوچان زمانه کم بهتر آیان تو وتی رای در بگیجند وتی ملکش داشت انگار یک کشوری خوب نفت پایدش هسته در حالی که نقشه تو که پیسر بلوچستان یک ملک حساب بود تمام کشور نبود تگن تو نقشان قدیمی هم چاره بلوچستان یک کشوری
دیگه کشور نبودن تو همین دبا که ایران هستن و افغانستان هستن بلوچستان هستن آنگو بریتانیا هستن آنگو مثلا ترکیه عثمانی هست بل بلوچ وقتی حیثیت بوده وقتی ملکی بوده بل ما شوید ملک های دست داد دلیلی هم شد که ما شون نزاند که دنیایی که نوکین جور بگین یه دنیا گو چطورکا رفتار بکنین یه بری بعد ما شما یک راهانی در بگیجند که وقتی چطورکا گوی دنیا رفتار بکنین دنیا بزانین تا نیویورک چه اتفاق پگاین تا ژنوا چه اتفاق پگاین تا واشنگتن چه اتفاق پگاین تا پکین تا مسکو نیپم شما مثلا ما و تایید مردم بلوچستان مشروعات شریک سازماندهی که همه دابا که تا دنیا رابطه هستند تا آمریکا و بیشتر و تا طریق UNPO مثلا و تا اتحادیه اروپا و تا هر جاگا مردم تو وقتی حداقل بزن چی بوگین اگر دستی نرسگین ولی زان چی بوگین که مردم حال بداتین همین مسئله دیجیتال مثلا راین ابروشمی راین خب چی چیزی که مثلا ما شما خبری کنگین چی چیزی که مثلا ما شما مطرح کنگین فهمیش که ما شما شانی مثلا باید بزنیم ما شما بلوچ باید وقتی راه بشری سر در بگیجند یه بری و دنیا بدل بانید چه ما شما بزنین خاورمیانه هم بدل بانید این چه چیز که یک جا کهتند یک چیزی که جای یونان بوده وادی بشد نوکی قدرتی در کپیتند شفشان تسیدیس ترپ مثلا وادی که آتن دیما مثلا اسپارتا و تماترا کانتند هم ورده ملک مانتند آوادی خوب دیو یونانی شهر بانتند بله یه دیوانه وادی قدرت گرگ بانتند تشی مثلا با همدیگه جنگ بانتند تسیدیس یک چه نویسندگان یونانی هم آوادی فرمانده جنگی هم بوده گو سخنرانی هم بوده گو کتابی هم نوشتگی فلسفی کتابی که سک شهر در رابطه با این موضوع چطورکا بسیار یه روابطان اجتماعی کشورانی جور بانتند هندگان که چین پادت که آمریکای دیما هم دنیای نقشه یک آوادی که به اصطلاح وادی که روس و فرانسه امپریالیست بین روگتن و روس تبدیل به شوروی بود آمریکا در کل دنیا دیگه تغییرانی بود هنوز چین یاگا و هند یاگا و پدا روس پدا سرجانگیند که چیکار بکنتن پدا دنیا بدل بیتن و نیه بری هستند که ما شو بلوچ باید وقتی راه شری سر در بگیجن که وقتی ملک ماستر وات ببین وقتی صاحب وات ببین وقتی واهند وات ببین و ایدا ما بیتند که ما شو فقط جنگ جا ببین بلکه یا که یک جایی ببین که بحر ببین بلکه این تو آیان ور ببین همین دا بندی اروپا مثلا آمریکا و چین نیاما همین دیجیتال سیستم و اروپا منطقه چی بکنته اروپا گپ هم شک ما نلوتیم ما شما پلینگ فیلد ببین یعنی جای بینش ما مثلا لایو کنه بلکه مواد لوتین لایبا ور ببین ما شو بلوچ هم باید دیگه لایبا ور و ما دا من گوش عمان و تا لایبا ور کوت و فایده شهر کتن آدگرا و لایبا ور بود و پرتغال و بی و انگلیس و بیتن و تی کاری شهر کتن ما شما نلوتید گو لایبا ور ببین لایبا ور نبودین گو چین کوت آخر وقتی ملک هی دست داد حالا مثلا بگوشیم فلان بلوچ خانه جنگ کو پر انگلیسای فلانیا بله پرتغال جنگ کد بل مروچی نتیجه چی بود مردم نتیجه بود یک سیاسی مردم بود نتیجه بچاریتن ما شما باید یه نتیجه بچارین که بلوچستان اگه ملکی بود تگت وقتی ملکی بداشتین اگه ملکی نیست بعد وقتی ملکی ببیتن برابر شما اشاره کرد به یه مسئله که ما دیگه طایفه سازوکاران زمانه شده آزمان که خیر طایفه سازوکار بیتگانی ماره مدرنی از بلوچن که یک کار دیما ببرن بله انی بلوچ فکرها باره چی چو تغییر کوته شما حالا از طایفه سازوکار دنینگ زور جنگان بلوچستان تو که یک و دوش که آزمان که آمریکا انگلیس به هر حال اسلام سیاسی ها چه استفاده کو چه بلوچستان تو که افغانستان تو که چه روس ها کمونیستی سیستم ها مبارزه کنگا انی برعکس هم بیتا چین کمونیستی پدا چه اسلام سیاسی ها برال استفاده کنگا هم پاکستان تو که و هم ایران تو که یه اسلام سیاسی برال مشکل سازی آیا انی غرب لوتی کو اسلام سیاسی ها مبارزه بکن یا نه دنینگ آیا ابزار زانت که کمونیست پدا بمیرینید آمریکا واسطه اسلام سیاسی بواگ یا نواگ شک که آی واسطه ضرری هستی بل آی واسطه فایده هم هست منافع چاریتی آی هم شک مثلا واسه دیستات که چطورکا مثلا تبی پاکستان و مجاهدان روس خلاف مثلا استفادهش کردن تمی طالبان هنیت که خب آمریکا هشتند بیان قدرت دیگه مثلا عراق مثلا همه مذهبیان هستند که آمریکا وقتی که صدام دور کنه مذهبیت که تو ده مالکیت و یه دیگه که تا اگه عراق بود نه ایت چه همه عملا شد که دنیا هر کس وقتی منافع چاریتن ولی خب مرچی دنیا سرپد بود کم و باز که اسلام سیاسی ملک واسطه
شهریه نیاری تمام گوشت مثلا اسلام سیاسی چیه که تو مثلا تو کشورانی که اسلام سیاسی هبر کنانتین اما اورگلان ترک که بیچارگان نه که مثلا چین مذهب سیاسی نه که مثلا زید ول فال وقتی نماز روچگا بکنانته فقط وقتی مسجد وقتی عبادت بروانتین چینش به عبادت نیلیته چه چین حمایت کنه اما کشوران اسلامی روان سازمان ملل روان دیگه جاگا حمایت کنانتین و گوشن که چین وقتی مثلا گوشن تروریستان شان چی لوتم کنه لوتم برای مسجد نمازی بکنانته حالا یا که نرو مسجد نماز کنه جنگ نلوتی یا که رو مسجد نماز که هم جنگ نلوتی تیت مردم بیل وقتی کارا وقت کنه وقتی تصمیم وقت کنانته ایتانه که چین طرف تصمیم گیری نیلیته و یک کشورها همیدامه حرکت وحش بیتید و هنگام مشو گندگید که چین وادی مثلا تا علاقه کیتید مش علاقه انچ تو گشت مثلا وادی ودا کیتید هنگام اسلام سیاسی هم استفاده کنگن پاکستان مثلا بچارنج تارکا اسلام سیاسی استفاده کند ایرانش تارکا اسلام سیاسی استفاده کند افغانستانش تارکا اسلام سیاسی استفاده کند و ماشا بلوچ همی سه ملکن تو کای هر سه نام جمهوری اسلامی امارت اسلامی گوشانتین چه تارکا به اصطلاح چه اسلام استفاده کنه در حالی که مردم تا خاورمیانه تو حساب بکنه چه همسایگی ملکان روسیه نه تو حساب بکنه این سه کشورانی بدتر بودند ای ترکیه بیشتر تا کشوران امارات و بشر این سه کشور بدتر بودند پرچه که مذهب و دیگه سیاست بیار استفاده کنه مشکل هپی و ماشو بلوچستان خاص تیاری هنی نیست چون تو گشت آدابا شری سر بیتن پرچه که جنبش اولا که خاص بلوچستان غربیا مردم گشتر مذهبی بودند در مقابل مثلا شیعه‌گری لوتا مذهبیگری سنی دیما برانتن ادا مثلا بلوچی کمتر مثلا نشانده بیتن ماشو تا زمانی که اولا بلوچ مزانه حالا مذهب تی زیگری تی مذهب شیعی تی مذهب سنی تو مثلا بلوچستان بگوش سنی خب شیعان بلوچ چی کنه شیعه بلوچ کم نه تو برای کرمان علاقه باشکرد علاقه تما پهره علاقه بازی بلوچ شیعه یعنی ماشو بلوچه ماشو مثلا مذهب صحابه باید سکولار ببین یکی وقتی مذهب شیعه بداری یکی وقتی سنی یکی مذهب اعتقاد وقتی هر دو وقتی دلی کاشی زندگی بکنم دیگر مذاهب یکی زیگری ہیں یکی ممکن لوتی مسیحی یکی اساسا دیگه چیزی بلوچستان ماشی دنیا پچه انسان پدا همه سوئد من تو یاد که مسلمان هم دا مسجد هستی سنیانی هم هستی شیعانی هم هستی ماشی دنیا پچین دنیای هر کس تو هر جا روتین بلوچستان هم بانده بلکه یهودی کانتین بودایی کانتین هم دکتر کشوران خلیجا یهودیان بوداییان و هندوان هر کس وقتی عبادتگاه هستند یک دولتی باید وقتی مردم عبادتگاه عرب بکنن نه که بگوشی که عبادتگاه بهترین های بدترین دولت کاری پیش نیست این مردمان مثلا این دولت باید تمامی باشنده ها با یک چمی بچاریتند آنی زبان چه فرق کنتن چه مذهبش فرق کنتن یا چه رنگش فرق کنتن درست هم باید پا یکی چما بچاری ولی تاسمان تا ایرانی دبنی و ماشا بلوچ باید همیدا باید بگنده و سعی کنیم و تا زیاد بلوچستان سیاستا مذهبی مکنه اسلام سیاسی مکنه چه شیعه نامو بیتن چه سنی نامو بیتن برابر دقیقاً چه که بازی زاندکاری باشن که اسلام سیاسی ها بیشتر چاشن که په مردم مشکل و خطرناک ببی په اسلام جنده و اما اصلی اسلام ها اسلام سیاسی و خطرناک ترین خطرناک اگه تو نشی باره پروگرامی جور کنه در توضیح دم چطور که روم مذهب پروشت و چطور که اسلام نجات پیدا کو بعد یک معاویه چه مثلا مذهبی گری دور کرد و چطور که شوروی چه اسلام کمونیسم استفاده کو خراب بود و هنگام گندگی خاورمیانه جنگ شیعه و سنی که ایران حکومت شروع کو خمینی ها مرچ بدبختی آنی جوری کتا افغانستان را بگیرید دقیقاً چه که اما گریز از مذهب بیتن چه که ایران بازی معلوم که مثلا چه مذهب دور بیت چه خمینی آیا گرند اگر ما دیم تر مثلا پشت برین که بچارین که مثلا خمینی آزمانی که آیا بازی مردم مسلمانی و نماز کنه و معتقدن برای اسلام سیاسی توانی یه وڑا مشکل ببی چین حاکمیت مثلا دیجیتال ام په بلوچ معلوم که و تجاه بلوچ منافع و بلوچستان بعد دیگه جایی په اسلام جندا یا مثلا کسایی که مثلا نگران اسلامند قایم وشن که گو مولا وربن گو مولا این حکومت یا حکومت اما داشتگی مولا یعنی که ملک تو کسن گوشن وربند این چین حاکمیت دیجیتال به هر حال اسلام هم ضربه تن چون که مثلا منافع ملی بلوچستان و بلوچ ضربه تو چین و نیات که اسلام دیما بانا چین آماده با کوتی ملکا مسلمانی گفتن باندی کوتا گند باند روچی بعدی قدرت بگیریتن علما نلوتیتن که مثلا اسلامی دیمی بدارند نه و یک چیزی بله مشخص است که اسلامیان تا هگه چین خلاف مخالفتی نکرده چه طالبان و بشر چه پاکستان اسلامی و بشر یا ایران اسلامی و بشر یعنی ادا جا کہتے ہیں کہ شانی کا اسلام ادا کنات و تا ضد امریکا زانانتن و ضد کمونیست زانانتن
اشان اسلام هم یک اسلام شخصی است. حالا اسلام سیاسی پر اسلام استفاده کننده پویتی مردمانی صاحب فکر کنم سیسرو بیتین تمام زمانه که تازه مذهب مسیحیت که ایتین تا اروپا یا آودی ممکنه 1% 2% مثلا امپراتوری روم مردم جمعیت مسیحی بانتین گوشی که حالت دیگه مذهب بانتین دیگه مثلا که خدا بانتین و یه وقتی اروپاییانی بانتین اینگوانگو آیا هم آودی گوشید که مذهب شیند که بعد مولا کشیشان شهرنگ پایین لاپا سیر کن دیگه پا حاکمان شهرنگ که مذهب استفاده سو استفاده کنند پا گریب بدین که هر چیز دست دیان تا یه پروسه پرچی گریب مردمی که رو کشاگ بی گریب مردمی که باید زهر بده اگه میشه مولا هر رو چند کنه چم گریب مردم هم زهر گریته نه اشین یعنی پا گریب همیشه ضرر ایشه 2000 3000 و حداقل چند سال پیش مثلا یه خبر کتگن دیسته یک مثلا مذهب ما بودیم چطوره که گریب مردم واسطه خرابن کشیش و مولوی بیتن و آخوند بی آی واسطه فایده اند و حاکم واسطه که چه مذهب استفاده کنند پای واسطه فایده اند پس درو حاکمان مثلا هر یکی واسطه من یهودا من کمک کنگین که کنستانتین که مثلا در روما مثلا اول مسیحی بود تو آیه وادی که مسیحیتی و دینی کوتی وتی مثلا رئیس مسیحیت کو حاکم مسیحیت کو انچو که ایران شاهد گشتی که آیه پروتکتر مثلا اسلام و یا آدیگه پادشاه شما هم پروتکتر اسلامو ولی وادی که آیه مرد پاپا به صلاح ادعا کو که آیا روم غربی داتا منا پاپ همشه تا ایتالیا روما شهر بود یعنی اولی رنده که طرف مثلا مسیحی بود ملک نیم مذهبی هم برد روم شرقی و غربی بود که شرقی همایی که کنستانتین مرچ ترکیه و هم علاقه هن غربی همشه که ایتالیا و یه علاقه بانده آی پده ودید دیگه موضوعی بله تو وادی که مذهب و کارت سیاست تا نزانه کجا نیم اگر روتین فقط یک حاکمانی واسطه و همانی که وقتا مذهبی رهبر زانست درو رهبر مذهبی ادام نیند درو مولا و مولوی آخوند ادام فکر نکنند بل آنی که مذهب و سیاست تو که استفاده کنند آیان واسطه باز فایده بیتند همین دا واکمون واسطه بل ما در سیسی رو گذاشته پر گریب مردم و بدبختی کاری تند چون ما شو گندگی ایران و طالبان تچگی بیت نروژ جمعیت 4 میلیونه چه ودا که ته می سارتی نروژ ایگا که من نظر بده یک مردم شده مرگن خب تا هم دا اینچو گوشه یک من واتم خدای نماینده و امیرالمومنین هستین وقتی مردم لاپ دیگه منطقه کای نروژ و آمریکای پدام منتواره که توکش من اشغال که پدام منتواره که من نظر بده که من وقتی مردم لاپ بدیم 20 سال جنگ کوتا کش هم بگیر لینه و انی پدا کوشش کنن پدا بیارن تکه چمش کمک بگیرن بعد وقت کم ما آخر سوال من یه بڑا جوز کنم که برای بلوچی سازمان هم مثلا یه مشکلاتی که هستن برای حاکمیتی که یعنی چین یا امپراتوری شروع کتا که برای معیشم ملکان استعمار کنه بلوچ سازمان برای مختلفین تفکران کو فعالیت کنه هم کمونیستی سازمان هستن هم سیکولار و لیبرال که شما وقت نمایندگی کنه یکی چه همی اعضا سیکولار بلوچانیگا بعد دیگه مذهبی سازمان هم و اسلامی هم هستند یه درست چطور توانم بیان مثلا یک صفحه تو که جمع ببند که یه اشغالگری چینه که مبارزه هر کسی که حزب چیزی ارد کتا البته وتی دی ما براته دیگه کسی که هم دک سوئد انتباط که سوئد اخبار گوش کنه همین حزب هم ما گوادگر همکاری نکنم ما گوادگر همکاری نکنم و حزب عملاً که جور بانتن تیز پیشش جور بانتن که وقتش قدرت بگیرند دیگه وقتش کاران دیما برانتن و وقتی مثلا دیما برانتن خاصی شرایط آنی که جور بانتن خاصی موقعیتی که کیتند حزبان پاوتی منافع ملی یک مثلا الاینسانی جور کنند شرایط باید بیایید ولی خب بلوچستان تو که تاگت شرایط نیست که پرچی بلوچستان تو که تاگت نمایندگی حزبان دیگ نبوده تاگت نمایندگی مشور طایفه مردمانی یا نمایندگی تاگت مولانیه و مولا چطور که متحد بانتی مشفزانی خان سردار بلوچش با متحد نتون تگیوت انیگه اگر دیگه سردار هم جور کنه بوده جمهوری اسلامی جور تا یه نتونه متحد جمهوری اسلامی ارکتن فهمشی کارکس باید سرش بکنته نکشون جور کنه بوده بلوچ واسطه شو جور کنه بوده پاوتی خاصی رژیم هدفانی واسطه نی شرایط وادی که بیتن ضرور کار بانتید ولی خب گپ بشند که بلوچستان تو که هنیگان همه وقت حزب سیاسی جور بیگن تیوتی شهرین چیزین اشیوتی تو بانداروچی کار بداتن و ما تا حزب مردم بلوچستان ما واقعا شد که بلکه لیبریشن تیما تر بازی حزب پکار نین اگه هندوستان بودم یکی کنگرس بوده اگه آمریکای هم یکی جمهوری خواه بودند
آمریکا شرق تا یک حزبی بوده 1000 حزب نبودن ترى 1000 سر ببیتن هر سری وقت نیمگی بارتن یعنی یک ترى 1000 راه نتونه جور بکنه تو بعد حزب بیاد کنه تو مختلف راه لوت بروه و تو پدا گرا مشکل جور کنه یعنی گپ همش ما تا حزب مردم ما گپ همش ما امید بلوچستان شرقی ما گندگی این چه حزب شاسته نتونه گن جایی برن متاسفانه کردان تو که هم که به صلاح خوب چماش مال سیاسی بلوچستان غربی گن دیماترند بلوچستان شرقی ممکنه چه باز دیماتر نیم چه قلب دیماترند بل چون مثلا چند دستگی حزبی هست نتونه دیم برانتن نیمه کوشش هم شد که بلوچستان تو که اولی کار اول انجام بده آمریکا یک حزبی هست چون جورج واشنگتن دموکراتیت آمریکا دموکراسی دی ما رفت حالا طول کشید دموکراسی کمی خبری نه تا هندوستان اندرا گوشون مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو دموکرات تا هند دموکراسی نمیگه رفت تیتو و لنین تا روس و چه نامنی یوگسلاویا و یا مثلا که بین بیلاین که الجزایر ایشان باید دموکرات نیستند کشورش دموکراسی نمیگن نرفتن چه آزادی ها اداره که مردم به اصطلاح حزبان و ساختارش و دموکراتیک بیتن و دموکراسی اعتقادش بیتن و کشوران دموکراسی برانتن بله شرایط لیبریشن این وادی آزادی بخش تی جنبش ترا هزاران حزب کار نین بلکه ترا قدرتمندین و یک به اصطلاح مینستریم یا اصلی مسیر حزبی پکارند که بتوند بلوچستان در شرایطان مختلف نمایندگی بکنند. زندگ باته منتوار چه شما که مرچی مدیوانه بر زورتو برای بازن روشنگری چین باره کد ما تشکر کنیم چه شما حضور واسطه مهربانی حمید آبا آریان تلویزیونه و تمامی کسایی که در کار کنند. سلامت باته منتوار چه شما امرایی شب واش